أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب سرفی میر 12 درس گرفتیم و حالا بنده میخواهم درس 13 را از این کتاب سرفی میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید فصل ناقصی واوی، یعنی از اینجا درس امروزه ما و شما شروع می شود. پس در درس های گذشته ما و شما گفته بودیم که کلمه از دیدگاه حرف به 7 قسم تقسیم می شود. مثال است و صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و اجوف. پس از این 7 قسم ما و شما صحیح را به آخر رساندگی هستیم و مثال که به 2 قسم تقسیم می شد، مثال واوی و مثال یایی، همچنین به آخر رسانیدیم از معتلات. و دوم قسم معتل اجوف بود، اجوف واوی و اجوف یایی، همچنین اجوف رو هم به آخر رسانیدیم و گفتیم که مثال و اجوف از کدام باب ها می آیند و چی طور معتل و چی طور اعلال ها و چی کارها در صیغه هایشان شامل می شود و داخل می شود. پس امروزه درس ما و شما 3م قسم معتلات ناقص است. ناقص همچنین به مثل مثال و اجوف به 2 قسم تقسیم می شود، ناقص واوی و ناقص یایی. ببینید قسم امروزه ما و شما درس همان از ناقص است. ناقص همچنین به 2 قسم تقسیم می شود. یکم ناقص واوی هست، یکم ناقص واوی هست و دوم ناقص یایی هست. ناقص واوی و ناقص یایی. پس در این درس و درس های آینده درباره ناقص واوی و ناقص یایی صحبت ها خواهیم داشت. میبینیم که ناقص از کدام باب ها آمده است. خلاصه ناقص واوی همین است که از 3 باب از بابهای ثلاثی مجرد آمده است. ناقص واوی از 3 باب آمدگی هست، یعنی 6 باب ثلاثی مجرد داریم. از این 6 باب ناقص واوی نه آمده است مگر اینکه از 3 بابش. اولین بابی که ناقص واوی آمدگی هست اون باب نصره هست. باب چی است؟ نصره. باب یکم، باب نصره ینصرو ناقص دارد. مانندی چی؟ مانندی دعا، مانندی دعا. دعا. پس دعا از باب نصره هست و ناقص واوی می باشد. پس یک کس ما را سوال کند که ما گفته بودیم ناقص واوی یعنی که آخرین حرفش، 3م حرفش واو هست. پس چرا واوی میگویی اینجا الف هست؟ پس ما میگوییم این الف را اصلش واو هست، اما اینجا بعض تغییرات داخل شدگی است که حالا بیان خواهیم کرد. پس اولین باب ناقصی که آمده است از باب نصره ینصرو است و 2 باب دیگرش را درس‌های آینده یا در این درس اگر فرصت شد به سمع شما خواهیم رسانید. خب صاحب کتاب میگوید فصل ناقص واوی از باب فعل یفعلو الدعاء و الدعوة
خواندن. دقت داده چی میگوید؟ میگوید که ناقص واوی از باب فعل یفعلو آمدگی است، یعنی که وزن را بیان کرد. فعل یفعلو موزونش نصر ینصرو، یعنی از باب یکم آمدگی است ناقص واوی. مانند چی؟ مانند الدعاء و الدعوت. الدعاء و الدعوه مصدر هستند، یعنی که خودش ترجمه کرده است، گفته است که خواندن. خواندن یعنی یک کس را فریاد کردن. خواندن یعنی که کتاب را خواندن نه، زیرا که خواندن به زبان فارسی تاجیکی دو چیز است. یک خواندن کتاب را خواندن میگویند که به عربی قرأه می شود، خواند، و یک فریاد کردن رو میگویند که به عربی الدعاء می شود یا و دعوه می شود. فریاد کردن، طلب کردن، دعوت کردن. پس اینها همه معنای خواندن هست به زبان تاجیکی. الدعاء و الدعوت ترجمهش خواندن، چطور بگیم؟ فریاد کردن یا طلب کردن. ماضیش میگوید ماضی فعل دعا می شود دعا، دعوا، دعو. دقت بتین فعل ماضی است، 14 صیغه فعل ماضی. دعا، دعوا، دعو. دعت، دعتا، دعونا. دعوت، دعوتما، دعوتم. دعوتی، دعوتما، دعوتن. دعوتو، دعونا. اینش 14 صیغه فعل ماضی دعا. اکنون پیش از آن که این عباره را بخوانیم، اولا میخواهم بعض کارهایی که در اینجا شده است آنها را به سمع شما برسانم. دقت بتید در اینجا دعا، دقت داده دعا را، دعا در اصل دعوه هست. دعوه، ببینید در اصل دعوه هست. دقت داده دعا در اصل چی بوده است؟ دعوه بوده است. برای همین خاطر میگیم که دعا ناقص واوی است. دیدید که در آخرش واو هست. پس یک سوال کند این واو رو چرا شما الف کردید؟ میگیم ما قاعده را در گذشته خوانده بودیم. ما گفته بودیم که واو یای متحرک، واو یای متحرک ما قبل مفتوح، ببینید ما قبلش فتحه دارد، ما قبل مفتوح را قلب به الف میکنند. دقت دادید؟ پس این واو را ما قلب به الفش کردیم، شد دعا. یعنی اصل این الف واو هست، دعا. پس دعوا بر اصل خودش است نصره، نصرا میگفتیم. ببینید دعوا این واو اصل که بود برگشت در اینجا. چرا؟ زیرا اینکه بعدی واو الف است. یک کس بگوید که ما قاعده داشتیم که واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب به الف میکردیم، چرا در اینجا قلب به الف نکردیم؟ میگم به خاطر مشابهت و مانند نشود به دعا. یعنی چی طور؟ یعنی که اگر ما این واو رو الف بکنیم دو الف می شود، التقای ساکنین می شود. یک الف را حذف میکنیم باز می شود همین دعای اولینه. پس ما از کجا بدونیم یک کس را میگد یا دو کس را؟ دعا دعوت کرد یک کس، دعوا دعوت کردن دو کس. از این حساب این واو رو که بعدش الف هم که هست ساکن که هست به خاطر مشابهت به مفردش نشود گفته، این واو رو قلب الف نمی کنیم. این قاعده را در ذهنتون داشته باشید. خب دعو، دعو به مثل نصر، نصرا، نصرو هست. پس اینجا دعو چیکار کردیم؟ اصلش چی است؟ اصل دعو دقت بتید، اصل دعو این طور است دعوو. دقت دادید؟ دعوو. این دعو را اصلش دعوو هست. به مثل چی؟ به مثل نصرو. ما مثال را از صحیح میاریم برای چی؟ به خاطر اینکه ما با مثال آوردن به صحیح میدونیم که کدام حرف
کدام حرکت تغییر یافت. وقتی دعوا میگیم یک کس بگوید که اصل صحیحش چی است، میگیم که نصرو، پس معلوم می شود یک حرف با حرکتش از بین رفتگی است. پس معلوم شد که اصلش دعوو بوده است. چی کار کردیم در اینجا؟ در اینجا واو حرف علت حرکت براش ثقیل است، وزمین هست. حرکت واو رو گرفتیم. حرکت واو رو بگیریم چی می شود؟ ساکن می شود البته، زیرا که حرکت از بین رفت ساکن به وجود می آید. حرکت را گرفتیم پس ساکن ماند. ساکن که ماند التقا بین ساکنین شد، یعنی دو واو هر دوش هم ساکن دارد. یکم واو ببینید ساکن، دویم واو ساکن. به سبب التقای ساکنین دو ساکن جمع شد، حرف اول را حذف کردیم، از بین بردیم. وقتی حرف اول را از بین بردیم شد دعو، پس به حال خودش گذاشتیمش، پس شد دعو. دقت دادید؟ پس این دعو در اصل دعوو بود و این اعلال را و این حذف را براش تقدیم کردیم. خب بعد از این دعت به مثل نصرت هست. دعت به مثل چی هست؟ نصرت هست. پس دعت در اصل می شود دعوت. دقت دادید؟ دعوت. پس در اینجا ما چیکار کردیم؟ همین قاعده که در این بالا استفاده بردیم همین را استفاده برید. بگویید که واوی متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف کردیم. اینجا در واو را قلب به الف میکنیم اولا. دقت دادید؟ پس این واو می شود الف و دعات می شود. دعات الف ساکن ت ساکن، التقای ساکنین شد. التقای ساکنین که شد این الف را از بین بردیم، باقی ماند دعت. دیدید اکنون چیکار شده بوده است؟ باقی ماند دعت. یعنی ما واو را اولا قلب به الف کردیم و بعد حذفش کردیم به سبب التقای ساکنین، باقی ماند دعت. دقت دادید؟ دعت بر وزن نصرت، یعنی هم وزنش از صحیح نصرت، اما از وزن ترازو بگیریم اگر می شود فعت، لام حذف شدگی است. نمیگیم فعلت، میگیم فعت، یعنی که لام حذف شدگی است. خب بعد از این میبینیم باز چیکار کردیم؟ دعتا در چیکار کردیم؟ دعتا در اصل دعوتا بود. دعوتا. دقت دادید؟ در اصل دعوتا بود بر وزن نصرتا. دعوتا یعنی فریاد کردن و ایها دو زن. نصرتا کمک و یاردم کردن و ایها دو زن. اکنون دقت بتید در اینجا چیکار کردیم؟ در اینجا همون قاعده اولینه در دعوه گفتیم واو متحرک ما قبلش مفتوح، ما قبل مفتوح را واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف کردیم. دقت داده؟ قلب به الفش کردیم. قلب به الفش که کردیم شد دعاتا. دعاتا. پس شد التقای ساکنین. یا آدم بگوید چطور التقای ساکنین شد؟ میگویم که این ت که میبینید حرکت دارد، در اصل این ت ساکن است. این حرکت را نامش حرکت عارضه است، حرکت اصلی نیست. حرکت عارضه. حرکت عارضه یعنی چی؟ یعنی که بعدش الف مثنا درآمد. الف مثنا این ساکن بود، این ت هم ساکن بود. به خاطر این الف مثنا این ت را فتحه دادیم. پس ما وقتی میگیم التقای ساکنن بین الف و تا شد، یعنی این تا را اصلش نگاه میکنیم که اصلش ساکن است. از این حساب میگوییم که اینجا در التقای ساکنین شد. التقای ساکنین بین ت و الف شد، الف را حذف کردیم شد دعتا. دقت بتید دعتا شد. پس یک از بگه دعتا ترازوش چی است؟ میگیم فعتا.
فعلتا نمیگیم، لام رو ما حذف کردیم، این واو لام کلمه است حذفش کردیم، پس میگیم دعتا است. دقت دادید؟ باقی مانده چیزی که میبینید دعونا، دعوتا، دعوتم، دعوتم، دعوتی، دعوتم، دعوتون، دعوت و دعونا، اینها به اصل خودش است، فقط تغییرات در همین 4 جا بوده است و بس. در مفرد غایب مذکر دعا، در جمع غایب مذکر دعو، در مفرد غایبه مؤنث دعت، در مثنی غایبه مؤنث دعتا. انا همین 4 جا ده تغییرات در آمده است بس. باقی مونده بر وزن دعونا و مثل نصرنا بر وزن فعلنا، دعوتا و مثل فعلتا بر وزن فعلتا و مثل نصرتا و تا آخر دیگه ترازوش برای شما معلوم است. دقت دادید؟ پس این تغییرات در اینجا وارد شد. میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که ماضی دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتم، دعوتم، دعوتی، دعوتم، دعوتون، دعوتو، دعونا. خب تا آخرش گفت، میگوید که اصل دعا چطور گفتیم؟ دعا رو میگوید اصلش دعوه هست. اصل دعا میگوید دعوه بود. واو متحرک ما قبل و مفتوح رو به الف بدل کردن. ما گفتیم واو متحرک ما قبل مفتوح رو به الف بدل کردیم، شد الف. دیدید؟ به الف بدل کردند، دعا شد. پس چی شد؟ دعا. چطوری که شما میبینید. خب اصلی دعو دیمش ده میگذرد. دعو جمع غایب مذکر میگه اصلی دعو دعوو بود. دعوو بود میگه. چیکارش کردیم؟ دعوو بود. الف مبدل شد، واو به الف بدل شد. واو میگه این واو به الف بدل شد. چرا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم. واو متحرک ما قبل مفتوح رو اولا در اینجا قلب الفش میکنیم. اولا قلب الفش میکنیم. واو متحرک ما قبل مفتوح رو ما پیشتر فکر میکنیم در اینجا گفتیم ساکنش میکنیم. در اینجا اولا قلب چیزش میکنیم؟ قلب الفش میکنیم. دعا میشود. دقت دادید؟ دعا میشه. پیشتر ما گفتیم ساکنش میکنیم، نه قلب الفش میکنیم. واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم. خب واو به الف مبدل و الف به التقاء ساکنین افتاد. دعا شد بین ساکن بین الف، این واو الف شد، ساکن بین الف و واو التقاء ساکنین شد و الف رو حذف کردیم. الف رو که حذف کردیم شد چی؟ دعو. شد دعو بر وزن فعو. دیگه بر وزن فعلو نمیگیم، لام رو حذف کردیم، شد بر وزن فعو. و اصل دعت این سهمش بیان میکنه، میگن اصل دعت دعوت بود. دقت دادید؟ اصل دعت دعوت بود. خب چیکار کردیم؟ دعت میگه اصلش دعوت بود، چون واو به الف بدل شد، الف به التقاء ساکنین بیافتاد. این واو رو یکم قلب الفش میکنیم، برای واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم. بعد از قلب الف کردن التقاء ساکنه بین الف و تا میشود. الف به التقاء ساکنین میافتد. چطوری که بیانش کردیم؟ الف به التقاء ساکنین میافتد و دعت میشود. چطوری که میبینید؟ دعت بر وزن فعت. دعت بر وزن چی است؟ فعت است، یعنی لامش حذف شدگی است. خب دعت بر وزن فعت است. دعوت خب بر وزن فعو. و اصل دعت دعوت بود، و چون واو به الف بدل شد التقاء ساکنین بیافتاد. به التقاء ساکنین بیافتاد. این مسئله این را گفته است. به التقاء ساکنین الف بیافتاد و دعت شد بر وزن فعت. و الف در دعتا، در دعتا الف میگه در دعتا افتاد. در این جدم دعتا ما گفتیم اصلش دعوتا بود. واو رو قلب الف کردیم، واو متحرک ما قبل مفتوح رو به سبب التقاء ساکنین گفتیم افتید. همون را گفته است که در دعتا و الف در دعتا افتاد به التقاء ساکنین. به التقاء ساکنین در دعتا الف میگه چیکار کرد؟ افتاد. زیرا که حرکتی تا اصلی نیست. این تیرا گفتیم حرکتش حرکت عارضی است، یعنی حرکت اصلی نیست. همون را گفته سعی میگه حرکتش اصلی کی نیست، التقاء ساکنین شد
اصلی نیست که در واحد ساکن بوده است. در واحد ما گفتیم که در مفرد مؤنث واحده بینید ساکن است. به سبب این الف ما گفتیم این تر حرکت دادیم، نباشه در اصل ساکن است. همین را بیان کرده است که این حرکت اصلی نیست، برای همین خاطر در اینجا میگه الف چیکار کرد؟ الف افتید به سبب التقای ساکنین. دعونا ساکن بوده است، یعنی که خلاص کرد. اکنون میگذره در دعونا. بعد از این گفتیم دیگر یگان تغییرات نیست، میگه که دعونا بر اصل خود است، بر وزن فعلنا. دقت دادید؟ دعونا بر اصل خود، یعنی در اینجا ما یگان چیز حذف نکردیم، یگان کارش نکردیم، اصل همین طور میشد. به مثل نصرنا بر وزن فعلنا. و همچنین باقی الفاظ تا آخر بر اصل خودند. دقت دادید؟ میگه باقی الفاظ، یعنی از دعونا سرکردگی، دعوت دعوتم دعوتم، دعوتی دعوتم دعوتنا، دعوت دعونا، همه باقی موندهش بر اصل خودشون هستند، یگان تغییرات در اینجا وارد کردگی نیستیم. خب اکنون فعل ماضی با آخر رسید که فقط در همین 4 جا تغییرات ما وارد کردگی بودیم، خلاص. میگذاریم در فعل مضارع. در فعل مضارع چیکار کردیم؟ میگوید که مستقبل معلوم، یعنی فعل مضارع معلومی بابی نصر ینصروی ناقصی واوی یدعو می شود. دعا یدعو. دقت بدید، میگه که یدعو یدعوان یدعون، تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعون، تدعین تدعوان تدعون، ادعو ندعو. دقت دادید؟ خب اکنون در اینجا بعضی علامت گذاری ها میکنیم که اصل در اینجا چی تغییرات شده است. اولا تغییرات چه بیان میکنیم به مثل فعل ماضی و بعد کتاب رو میخونیم میبینیم چی میگوید. میگوید که اصلی یدعو، یدعویی که ما میبینیم اصل این یدعو بود. به مثل چی؟ به مثل ینصرو، ری ربی دامه دارد، پس این واو در جای ری است، یدعو باید بگیم. اصل میگه یدعو بود. دقت دادید؟ اصل چی بوده است؟ یدعو. اکنون چیکار کردیم؟ یدعو حرکت بر واو حرف علت است، ثقیل که بود حرکت ما گرفتیم، حرکت رو سلب کردیم و گرفتیم، ساکن میشه. پس برای خاطر میگیم یدعو، نمیگیم یدعو. یدعو نمیگیم. یک کس بگه برای چی؟ میگیم که برای ثقیل بودن. پس ما انا همین کار را در 5 فعل کرده، در 5 بنا کرده هستیم، در 5 صیغه عیناً همین کار را کرده هستیم. یکم این یدعو، دوم این تدعو، و سوم این تدعو، و چهارم این ادعو، و پنجم این ندعو. دقت دادید؟ در چند صیغه بوده است؟ یدعو در اصل یدعو بود، تدعو در اصل تدعو بود، تدعو در اصل تدعو بود. ما 2 تا تدعو داریم. تدعو یکمش خواندن ویها، میخوانن ویها زنها در زمان آینده. تدعو دومش میخوانید شما، فریاد میکنید شما مردها در زمان آینده. این برای غایب مفرد مؤنث است، تدعو یکمش، و تدعو دومش برای مفرد مذکر مخاطب است. 3 تا شد. ادعو در اصل ادعو بود، یعنی من دعا میکنم. به مثل چی؟ به مثل انصرو. و ندعو در اصل ندعو بود، به مثل ننصرو. ندعو یعنی که ما دعا میکنیم. پس در همین 5 صیغه ما واو را، دقت دادید؟ واو را حرکتش را گرفتیم و خودش را چکار کردیم؟ ساکن کردیم. دقت دادید؟ این 5 صیغه. خب باز چکار کردیم؟ یدعو، یدعوانی بر اصل خودش است. یدعونه در اینجا ما تغییرات وارد کردگی هستیم. یدعونه در اینجا ما تغییرات وارد کردگی هستیم. مانند چی؟ دقت بدید. در اینجا می نویسیم. یک کس بگوید که یدعونه اصلش چی است؟ میگیم اصل یدعونه یدعوونه. دقت دادید؟ یدعوونه اصل یدعوونه است. یدعوونه. خب چیکار کردیم در این یدعوونه؟ اولا
واو را نگاه کردیم، این واوی که میبینید واو در چهارم جای کلمه، یعنی در چهارم حرف کلمه واقع شد. حساب کنید واو رو، یکم حرف یا، دوم حرف دال، سوم حرف عین، چهارم حرف واو. دقت دادید؟ در چهارم جای کلمه. ما قاعده داریم، معذرت میخوام، قاعده در اینجا، این قاعده که حالا گفته ایستادم در غیر این واقع میشود. در اینجا چیکار کردیم؟ در اینجا یدعو واو در چهارم واو حرف علت که هست، واو حرف علت که هست و این در اینجا حرکت بر واو ثقیل است. حرکت بر واو چی است؟ ثقیل است. حرکتش رو میگیریم، ببینید حرکتش رو میگیریم میشود ساکن. یدعون ساکن میشود. ساکن که شد التقای ساکنه بین دو واو شد، واوی لام باب و واوی ضمیر جمع مذکر. التقای ساکنه شد. ببینید این واو هم ساکن دارد، این واو هم ساکن دارد، هر دو واو ساکن دارد. التقای ساکنین و واوی یکم را حذف کردیم. دقت دادید؟ واو یکم را چیکار کردیم؟ حذفش کردیم، باقی مان یدعون. پس در اینجا یک واو بین عین واو ده، واو ضمیر جمع مذکر ده، یک واو حذف شدگی است. این واو در اینجا حذف شدگی است. دقت دادید؟ یدعون را اصلش یدعون است. به مثل چی؟ به مثل ینصرون. این در جای ری است. ری را قطعی حرکت شما حذف کردیم، به مثل یفعلون. لام رو حذف کردیم. پس یک از بگید یدعون بر وزن چی است؟ میگیم یفعون. لام ندارد. لام شما این واو که بود حذفش کردیم. خب این یکم. بعد دوم تدعو، گفتیم بر اصل تدعو بود، تدعوانی بر اصل خودش است، یدعونه بر اصل خودش است. اینجا میگن تغییرات وارد کردگی نیستیم. تدعو حرکت ساخت کردیم، تدعوانی تدعونه. تدعونه در اینجا هم همچنین اعلال شدگی است. چیکار کردیم؟ یک از بگوید که این تدعونه دوم را اصلش چی است؟ میگیم اصلش تدعوون بود. اصلش چی است؟ تدعوون. دقت دادید؟ این تدعونه را اصلش تدعوون است. به مثل چی؟ به مثل تنصرون. پس در اینجا ما چیکار کردیم؟ در اینجا ما تدعوون بود، این واو ضمه داشت، ضمه بر واو ثقیل کی بود ساکنش کردیم، شد التقای ساکنین بین واو ضمیر و واو لام باب. پس به سبب التقای ساکنین بین دو حرف، به سبب التقای ساکنین ما واو لام باب رو حذف کردیم، شد چی؟ تدعون شد. پس اصل تدعون تدعوون است. پس کس بگوید که ترازوی تدعون چی است؟ میگیم تفعون. لام رو حذف کرده هستیم، تفعون. دقت دادید؟ این دوم جایی که اعلال براش داخل شد. و سوم جایی که اعلال داخل شده است تدعینه هست. تدعینه چی است؟ دقت بدید. تدعینه در اصل تدعوین است. تدعوین هست. چیکار کردیم تدعوین را؟ ما چیکارش کردیم که تدعوین تدعینه شد. دقت بدید. اولین کاری که کردیم واو متحرک، واو کسردار بر واو حرف علت است، حرکت ثقیل که بود، حرکت را ما به ما قبلش دادیم. دقت دادید؟ حرکت را ما به ما قبل دادیم. شد چی؟ تدعی. این عین حرکتش از واو است. بعد سلب حرکت عین این واو حرکتش به ما قبل دادیم. شد تدعینا. تدعیوی یعنی واو ساکن و این یا ساکن. بعد که واو حرکتش به ما قبل دادیم التقای ساکنین شد. وقتی التقای ساکنین که شد ما یا را واو را لام باب را حذفش کردیم. لام باب را چیکار کردیم؟ حذفش کردیم. شد
تدعین. تدعین واو را حذف کردیم. دقت دادید؟ پس اعلال در این سه جا شده است. تدعوانی بر اصل خودش است، تدعون همچنین بر اصل خودش است، ادعو ندعو فقط حرکت های آخرش به سبب ثقیل بودن ساکن کردیم و خلاص. خب این بود اعلال در فعل مضارع. در ناقص واوی در مضارع در سه جا اعلال داشتیم و خلاص. باقی مانده بر اصل خودشون می آمده است، یا که 5 جای دیگر فقط حرکت های آخرش ساکن کردیم در حالت رفع خلاص. خب دقت بتید چی میگوید. میگوید که مستقبل معلوم یدعو یدعوان یدعون تا آخر. تا آخرش یعنی که تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعون، تدعین تدعوان تدعین، ادعو ندعو. دقت دادید؟ تدعین تدعوان تدعون، تدعین نه تدعون، جمع غائب مؤنث تا آخر. میگه اصل یدعو یدعو بود. این رقم بیان کرده سی. یدعو را میگه اصلش چی بود؟ یدعو. ضمه بر واو ثقیل بود بیافتاد. این ضمه در حرف واو حرف علت ثقیل کی بود؟ ضمه بیافتاد. ضمه را گرفتیم، ضمه را که گرفتی چی میشود؟ ساکن میشود. پس میشود یدعو ساکن قطعی. خب و همچنین از حال تدعو، این را دو طرح در نظر دارد و مثل همین کردیم. تدعو 3 تا شد و حال ادعو 4 تا شد و حال ندعو 5 تا شد. در این 5 تا گفتیم فقط حرکت های آخرشان ساکن کردیم خلاص. خب و یدعوان و تدعوان بر اصل خودند. ببینید یدعوان تدعوان تدعوان تدعوان، این 4 تا ما یگان چی تغییر ندادیم. این 4 تا بر اصل خودشان هستند. بر وزن یفعلانی یفعلانی یفعولانی و مثل ینسو رانی یا که تنسو رانی. دقت دادید؟ در این 4 تا مثناها ما یگان تغییرات وارد نکردیم. میگوید که و اصل و یدعون جمع مذکر و این در گذشته کنون این را بیان کرد و همشکلاشا و این را همچنین یدعوانی را همشکلاشا بیان کرد. تدعوانی و شخطی مصنها را اکنون جمع بیان میکنند. میگه یدعونه میگه اصلش چی است؟ یدعونه جمع مذکر، این جمع مذکر است، مفرد و مثنا و جمع مذکر غایب. یدعونه میگه اصلش یدعوونه. ببین یدعوونه بود. اصل چی است؟ یدعوونه بود. ضمه بر واو ثقیل بود. ضمه بر واو ثقیل که بود، ضمه را ما گرفتیم چی میشود؟ ساکن میشود. همین را میگوید که ثقیل بود بیافتاد و واو که لام فعل بود به التقای ساکنین بیافتاد. این واو وقتی ما ضمه شا گرفتیم التقای ساکنین بین دو واو شد. یدعوونه یدعونه التقای ساکنین شد. واو یکم رو افتاندیم. واو یکم افتید. خب بیافتاد و یدعونه شد بر وزن یفعونه. بر وزن یفعونه شد، یعنی لام کلمه حذف. یفعلونه نمیگیم، یفعونه میگیم. لام کلمه چی شده؟ حذف شده است. اکنون میگه که و یدعونه و تدعونه و یدعونه و تدعونه جمع مؤنث بر اصل خود هستند. این را در نظر دارد. یدعونه و تدعونه جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب. یدعونه و تدعونه میگه بر اصل خودش هستند. اینجا تغییرات وارد کردگی نیستیم، یعنی که زیرشان علامت بگذاریم که اینجا ما یگان تغییرات وارد نکردیم. این یک تا، این دو تا، اینها جمع مؤنث هستند. اینها دا میگه ما یگان تغییرات وارد کردگی نیستیم. خب و یدعونه و تدعونه جمع مؤنث بر اصل خود هستند، بر وزن یفعلن و تفعلن. دقت دادید؟ این دو تا ما یگان تغییرات وارد نکردیم. لیکن در اینجا ما گفتیم تغییر وارد کردیم به مثل این. میگه که و تدعون و تدعینه تدعینه و تدعینه در اصل تدعوین بود. در اصل چی بود؟ تدعوین. در اصل تدعینه در اصل تدعوین بود. چیکارش کردیم؟ کسره بر واو ثقیل بود. کسره، این کسره بر واو ثقیل بود. خب
با ما قبل دادند. ما قبلش دیدیم دم است، سلب حرکت کردیم، حرکت چه گرفتیم، کسره را در این دادیم، شد تدعی، التقاء ساکنه بین واو و یا. خب با ما قبل دادند. بعد از سلب حرکت ما قبل گفتیم دمه عین رو گرفتیم، اول تدعو بود، عین زمش گرفتیم، واو حرکت در ما قبل دادیم، با التقاء ساکنین بیافتاد و تدعی نشد. وقتی که حرکت واو در عین دادیم، التقاء ساکنین بین واو و یا شد. خب چیکار کردیم بعد؟ واو از بین بردیم، واو از بین افتید، شد تدعینا، و مثل تدعینا. دیدید تدعینا در اصل تدعوینا بود، و مثل تنصورینا، تنصورینا بر وزن تفعینه شد. تفعینه ببینید لامش نیست، تفعولینه بود اصل، لام ما از بین بردیم، لام حرکت در عین داده، برای خاطر میگیم تفعینه شد، تفعینه. خب اکنون صاحب کتاب همه را بیان کرد، این تدعونه جمع مذکر را بیان نکرد. دیدید اینها را گفت و این 4 تا را گفت که تغییر نمی‌یابد، و این 1 تا را گفت و 2 تا مؤنث را گفت و 1 تا مؤنث را همچنین تدعینه را گفت اصلش، اما تدعونه را نگفت. چرا؟ زیرا که این تدعونه به مثل یدعونه است. ببینید یدعونه، تدعونه، فقط در اول اینش یا هست، در اول دیمش تا هست، هر دوش یک کار کردگی هستیم، حرکتاش گرفتیم، التقاء ساکنش بین دو واو از بین بردیم، شد تدعونه یا شد یدعونه. برای خاطر صاحب کتاب درباره جمع مذکر مخاطب هیچ چیز نگفته است، یگان چیز ذکر نکرد. اکنون اینها را به آخر رسانید. میگوید که اگر حرف ناصبه، حرف ناصبه را ما میدونیم از علم نحو، ناصبه ها 10 تا هستند. خب اگر انا همون حرفای ناصبه در اول فعل مضارع بدرآید چیکار میکند؟ بیا داخلش کنیم تا اینکه ببینیم چیکار میکند. ببینید وقتی که در اول فعل مضارع لن بدرآید یا ان یا حرفای ناصبه، آخر فعل مضارع را فتحه میکنند. الان اکنون حرکت ظاهر میشود. درجه دیگر نمیگیم که واو در حرکت فتحه ثقیل بود گرفتیم، نه، حرکت فتحه بر واو ثقیل نیست، قبول میکند. پس میگیم لن یدعو، لن تدعو، و مثل همین لن تدعو، لن ادعو، لن ندعو، همشا 5 جا گفتیم که ساکن میشود، همون 5 فتحه میشود. دقت داده؟ خب بعد از این چیکار میکنیم؟ لن یدعو میداریم، این نون ها حذف میشود. در این 4 صیغه نون هاش حذف میشود، میشود لن یدعو، لن تدعو. یدعونا در اینجا نون همچنین حذف میشه، میشود لن یدعو، نون حذف میشود. ولن یدعونا در اینجا حذف نمیشود، در جمع مؤنث یدعونا به حال خودش میماند. و تدعونا در نون همچنین حذف میشود. و تدعونا در جمع مؤنث در یگان چی تغییرات نمیشود، لیکن تدعینه در نونش حذف میشود، میشود لن تدعی، نون حذف میشود. دقت داده؟ پس یک بار یک جای همش رو میگوییم، دقت بدید. لن میگیم لن یدعو، لن یدعو، لن یدعو، لن تدعو، لن تدعو، لن تدعو، لن یدعونا، این لن یدعونا، لن تدعو، لن تدعو، لن تدعو، لن تدعی، لن تدعو، لن تدعونا، لن تدعونا به اصل خودش، لن ادعو، لن ندعو. دقت دادید؟ پس همینطور با ناصبه قطعی گفته می شود. خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که حرف ناصبه در آیت گویی لن یدعو، لن یدعو، لن یدعو تا آخر. و نونهای عوض رفع چیکار میکنند؟ نونهای عوض رفع را، و نونهایی که عوض رفعند تا آخر میگه و نونهایی که عوض رفعند از 7 لفظ ساقط شوند به نصبی. ببینید 7 جا ما نون رو حذف کردیم. اون 7 جا کجا است؟ 1 تا، این 2 تا، یدعوانی، تدعوانی 2 تا شد. تدعوانی این 3 تا را 1 تا حساب میکنیم. تدعوانی ما 3 تا داریم، 1 تا حسابش میکنیم. قطعی این 2 تا چند تا میشود؟ 4 تا.
یا اینگو که 7 جا که باشه خلاص این سه تا این را 3 تا حساب میکنیم. قطعی این 2 تا میشه 5 تا. یدعون قطعی یدعون تدعون قطعی میشه 6 تا. تدعین قطعی میشه 7 تا. در ان همین 7 جا 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در ان همین 7 جا نون ها حذف می شود. نون هایی که در آخرش رو میبینید با نصب بودن حذف می شود. دقت دادید؟ بیافتد با نصبی میگد. و نون ضمیر بر حال خود باشد. ببینید نون های ضمیر را در نظر دارد. یدعون و تدعون را این نون به مثل یعنی واو است، ضمیر است. این نون علامت رفع نیست به مثل یدعون جمع مذکر یا یدعوانی مثنی. نونش علامت رفع است، اما این نون علامت رفع نیست، این نون ضمیر است. از این حساب این نون میگه حذف نمی شود. نون ضمیر میگه حذف نمی شود. این دو تا در نظر دارد. یدعون و تدعون را جمع غائب مؤنث رو و جمع مخاطب مؤنث رو که اینها حذف نمی شود. و اگر جازمه در آیت گویی لم یدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو. خب اگر میگه جازمه بدراید در جای لن، مثلا جازمه را ببینیم جازمه چی است؟ جازمه لم هست. یا جوازمی که ما در علم نحو خوانده بودیم لم، این لم جازمه است. لم بدراید چیکار میکند؟ لم یدعو این واو را قطعی حرکت همش از بین میبرد. دیدید؟ میشود لم یدعو خلاص واو دیگر ندارد. در 5 صیغه همین کار را میکند. لم یدعو واو برد، لم تدعو واو از بین میبرد، واو کاملا از بین میبرد. لم تدعو همچنین واو از بین میبرد. لم ادعو واو از بین میبرد. لم ندعو واو از بین میبرد. در 5 صیغه واو ها را از بین میبرد. ما در علم نحو خواندیم که علامت جزم 2 تا است، حذف است، حذف حرف یا حذف نون. ما گفتیم حذف حرف حرفای چی هستند؟ حرفای علت در فعل ناقص آخرش حذف میکنه. پس در اینجا همین کار کرد، نون ها را جزم قطع از بین رفت. علامت جزمی یدعو حذف حرف علت میشود. پس در تحلیل این سخن رو میگوید. خب میگوید که لم یدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو. همین 5 تا را بیان کرد. 5 تا که ما نونوش گفتیم از بین میرود، حرفای آخرش واو ها گفتیم از بین رفت. همین 5 تا را میگوید. با جزمی افتاد و نون هایی که عوض رفعن نیز بیافتد. اکنون باقی مونده با 7 جای دیگه نون عوض رفع است، نون ها میافتد. پس میگیم لم یدعو وا نون از بین میرود. لم یدعو نون از بین میرود. لم تدعو وا لم یدعو نه اینجا نون از بین نمیرود. لم تدعو واو از بین رفته است. لم تدعو وا نون از بین میرود. لم تدعو نون از بین میرود. لم تدعی نون از بین میرود. لم تدعو وا همچنین نون از بین میرود و لم تدعونه بر اصل خودش لم ادعو واو از بین میرود. لم ندعو واو از بین میرود. و نون های عوض رفعن نیز بیافتد و نون ضمیر بر حال خود باشد. نون ضمیر گفتیم این 2 تا در نظر دارد. این نون هایی که در آخرش است تدعون یدعون و تدعون، هر اینها را نونش به حال خودش میماند. پس میگیم که لم یدعون لم تدعون، این نون میایستد. این نون ضمیر است، این نون حرف نیست. خب امر حاضر که امر حاضر را چطور میگیریم؟ امر حاضر میشود ادعو. امر حاضر ما از چی گرفتیم؟ دقت بتید. از این فعل میگیریم، از تدعو. از تدعو اصل این طور بود، تدعو. دقت دادید؟ اصل تدعو بود، آخرش حرکت چما گرفتیم شد تدعو. از تدعو میگیریم اکنون امر. چیکار میکنیم؟ اول حرف مضارعت رو میگیریم، اینجا میمونه دال. دال هم میبینیم ساکن است. بعد دال هم میبینیم از باب یفعلو هست، یعنی بعد باب دال دمه است. اولا حرف همزه وصلیه را میاریم، بعدش میبینیم که دمه هست. پس این همزه وصلیه را ما چی حرکت میتیم؟ دمش میتیم. برای عین از باب یفعلو است، فقط در باب یفعلو همزه وصل دمه میگیرد. پس میشود ادعو. آخرش نگاه میکنیم حرف علت است، حرف علت به جزمی میافتد. پس میشود ادعو. دقت دادید؟ ادعو. ادعو یعنی طلب کن، دعا کن، بخوان، فریاد کن.
فعل امر است. دیدید؟ ادعو ادعو پس 6 صیغه به این طریق میشه. ادعو ادعو واو بر میگردد بعدش الف است. ادعو ادعو جمع مذکر، شما مردها فریاد کنید، دعا کنید، طلب کنید. ادعی از تدعی نگرفتیم. ادعی ادعو ادعونا ادعونا این نون می ایستد. ادعونا در اینجا فقط حرف مضارعت را میگیریم، در جاش این همزه وصلیه را دمه کرده میمونه، میشه ادعونا. دقت دادید؟ این شد فعل امر. یک بار دیگر ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا. دقت دادید؟ پس شد 6 صیغه فعل امر حاضر. میگه که ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا. میگه واو به وقفی افتاد. واو گفتن در جواب واو بود کو اما واو در نظر دارد. این واو میگه به وقفی افتاد، شد ادعو. دقت دادید؟ شد چی؟ ادعو. و نونهای عوض بیافتادند به وقفی. نونهای عوض یعنی که این نون در نظر دارد. ادعوا میگیم کو فعل امر در نون میافتد. ادعو نون میافتد. ادعی نون میافتد. ادعوا نون میافتد. پس همین نونها را میگه که همچنین افتیدن در فعل امر. با نون ثقیله اکنون ما فعل امر را وقتی که نون ثقیلش میتیم چی کارش میکنیم؟ این را دقت بدید. پس به اصلش برمیگردیم. اصلش در اینجا چی بود؟ واو بود. ببینید واو دارد، نه؟ این واو برگشت. ادعو. اکنون واو ما خوانده بودیم که نون توکید ثقیله ما قبل خودش فتحه طلب میکند. فتحه. خب نون توکید ثقیله را میمونیم، میشود چی؟ ادعوون. این واو برمیگرد، دیگه واو حذف نمیکنیم. وقتی نون توکیدی ثقیله که آمد ما قبل خودش فتحه طلب میکند، فتحش میمونیم میسته، واو با اصل خودش میسته. پس میگیم ادعوون ادعوانی ادعون. اینجا واو حذف میکنیم. ادعون این واو حذف میشود، برای ما قبل خودش دلیل است برای واو. ادعون نمیگیم، بعد به سبب التقای ساکنین حذف شد. اصلش ادعو نبود. واو ساکن، این دو نون در اینجا یکم نون ساکن است. واو ساکن یکم نون ساکن التقای ساکنین میشود، پس اون واو حذف میشود، میشود ادعون. عین رو در نون میچسبونه، میشود ادعون. ادعوان ادعون ادعین. اینجا دم یا حذف میشود در فعل امر. ادعین یا حذف میشود به مثل همین به التقای ساکنین. بین این یا ساکن است، این دو نون است. نون یکمش ساکن که است، به سبب التقای ساکنین یا را حذف میکنیم، برای دلیل دارد پیش خودش، علامت هست که در اینجا یا است، برای خاطر حذفش میکنیم. میشه ادعین ادعوانی ادعونانی. اکنون در اینجا یک الفی فارقه را گفتیم داخل میکنیم، پس این نون را میاریم، میشه چی؟ ادعونانی. نون کسره میتیم. برای چی بود؟ این را در سال گذشته گفتگی هستیم، به خاطر اونه که مشابهت مانندی کند با این نون، مانندی دارد با حرف مثنی، نون مثنی یدعوانی. ببین بعد الف است، و مثل هم با مانند این است گفته این نون ما کسره میتیم، خلاص کسرش میتیم و همین پره میشود فعل امر با نون توکیدی ثقیله. یا بار دیگر یک جای بگیم ادعوان ادعوانی ادعون ادعین ادعوانی ادعونانی. با همین خلاص شد با نون توکیدی ثقیله. خب با نون توکیدی خفیفه چی؟ با نون توکیدی خفیفه فقط در سه تاش میدراید. پس این نون رو خفیفش میکنیم، میشه ادعوان. ایو باب میستد ادعوان ادعون ادعون. این واو حذف میکنیم، میشه ادعون ادعون ادعین ادعین. یعنی که مفردی مؤنث ادعین، اصلش ادعین بود. این نون ساکن، این یا ساکن کی بود؟ یا را به خاطر قبلش کسره است دلالت میکند به یای محذوفه. دلیل کی هست؟ برای هم خاطر چیکارش کردیم؟ یا را حذف کردیم، شد ادعین ادعین. یعنی حتما دعا و طلب کن تو ای زن. دقت دادید؟ پس این هست فعل امر با نون توکیدی ثقیله و خفیفه.
خب اکنون میگه که ادعوان ادعوان ادعون ادعن ادعوان ادعونانی، با نون خفیفه ادعوان ادعون ادعین. چطوری که اینها رو همش رو بیان کردیم. خب بعد از این ماضی مجهول دعی دعیا دعو تا آخر. اکنون ما فعل ماضی معلوم را، فعل مضارع معلوم را کاملا به آخر رسانیدیم. میگذاریم به مجهول ها. مجهول ها را چیکار میکنیم؟ یا به حال خودش بیستد میبینیم که ما چیکار کردیم. به اصل خودش برمیگردیم. وقتی که ما میخوایم فعل مجهول بکنیم به اصلشون برمیگردیم. اصلی دعا چی هست؟ دعوه هست. دیدید؟ دعوه. ما در بدون خوانده بودیم اگر میخوای فعل ماضی معلوم رو مجهول کنی ما قبل آخر رو کسر کن. پیش از عین را میبینیم حرف چی است؟ پیش از واو حرف عین است، کسرش میکنیم و اولین متحرک رو دم کن. میشود دعی و. دقت دادید؟ چی میشود؟ دعی و. دعی و مجهول فعل ماضی دعا هست. دعی و مجهول فعل ماضی دعا هست. خب در اینجا چیکار کردیم؟ با یک کار دیگر هم میکنیم. با این خلاص نشد فعل ماضی مجهول. میگوید که واو متطرفه، این واو نامش واو متطرفه است. واوی که در آخر کلمه اومدگی است. واوی که در آخر کلمه باشد ما قبلش پیش از خودش دمه نباشد اون واو رو قلب یا میکنیم. دعی و را دعیه میکنیم. ببینید دعیه، این واو را قلب یا میکنیم میشود چی؟ دعیه. پس انا اکنون پره شد فعل ماضی ناقصی واوی، فعل ماضی مجهولی ناقصی واوی. پس دعا فعل ماضیش چی میشود؟ فعل ماضیش میشود دعیه. دعیه دعیه. دقت دادید؟ دعیه یعنی طلب کرده شد وای مرد، فریاد کرده شد وای مرد. خوب دقت بتید کنن. دعیه دعیا، این واو رو قلب یا کردیم به مثل همین. چیکار داری کردیم؟ داری همین کارو میکنیم. میشه دعیا دعو. انا اکنون در اینجا چیکار میکنیم؟ دعو. دقت بتید. در این دعو ما نگاه میکنیم. دقت بتید. دعو این هست اصلش دعوو بود. اولا ما قبل آخر رو کسر میکنیم. دقت بتید. ما قبل آخر کسر کردیم و اولی متحرک رو دم میکنیم. میشود دعیوو. اکنون مجهول شد. دعیوو چی شد؟ مجهول شد. خب دعیوو رو اکنون چیکار میکنیم؟ دقت بتید. دعیوو دعیوو. این دعیوو است، اصل است این. و این واو متطرفه است. در اینجا ببینید این واو متطرفه است. واو متطرفه قلب چی میشود؟ قلب یا میشود. پس این واو را یا میکنیم. این واو را چیکار میکنیم؟ این واو را یا میکنیم. پس میشود دعی یو. این واو یا میشود. میشود دعیو. دعیو میشود. این واو یا شد. خب بعد چیکار میکنیم؟ حرکت در یا هر فعل ثقیل که هست بعد سلب حرکتی ما قبلی یا حرکت چه میگیریم و حرکتی یا را در چی میتیم؟ ما قبلش میتیم و ما قبلش که دادیم این ساکن میشود دعوی، یعنی که التقای ساکنین بین یا و التقای ساکنین و یا را حذف میکنیم میشود چی؟ دعو. دعو یعنی فریاد کرده شدن ویها مردها. فریاد کرده شدن ویها مردها. پس اینجا میشود دعو. اصلش چی است؟ دعیو بود. وای متطرفه را قلب بیان میکنه میشود دعیو. یا را دمه را به مقابل میتیم میشود دعوی. التقای ساکنین یا را حذف میکنه میشود دعو. دقت دادید؟ پس دعو فعل مجهولش میشود دعو. خب بعدش دعیت اصلش دعیوت بود. وای متطرفه را قلب بیان میکنه میشود دعیت. به حال خودش میایستد. اینجا حذفش نمیکنیم. اگه در مجهول حذفش نمیکنیم. دعیتا اصلش دعیوتا بود.
واو متطرفه ما قبل مکسور رو قلب بیان میکنیم میشود دعیتا. دعیتا رو میگیم دعیتا. دعینا. دعی این واو رو قلب بیان میکنیم. واو متطرفه میشود دعینا، یعنی که فریاد کرده شدن ویها زنها رو. خب دیگه آخرش همین طور است. واو رو قلب بیان میکنیم خلاص. دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا. دقت دادید؟ انا همین رو چطور گفتیم در دفتراتون جدا کرده بنویسید تا اینکه بفهمید چی فرقیت شد. یک بار دیگر یک جای مجهول فعل ماضی را میگوییم. میشود دعیا، اصلش گفتیم دعیوا بود، وای متطرفه را قلب یا کردیم شد دعیا. میگیم دعیا دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا. 14 صیغه مجهولی فعل ماضی ناقصی واوی. خوب به همین فعل ماضی را با آخر رسید. میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. صاحب کتاب برای ما و شما چنین بیان میکند، میگوید که ماضی مجهول میگه دعیا دعیا دعو. چطور کازو 14 تا گفتیم تا آخر. اصلی دعیا میگه دعیوا است. چطور گفتیم دعیا را اصلش دعیوا بود، وای متطرفه را قلب یا کردیم. دعیا را میگه اصلش چی است؟ دعیوا. خب دعیا را اصلش دعیوا. خب دعیا دعیوا بود و به سبب کسره ما قبل یا شد. اینجا فقط این قگه گفته است خلاص. و به سبب کسره ما قبل یا شد. این را نامش وای متطرفه است. وای متطرفه را اگر ما قبلش دمه نباشد قلب یا می شود. این را در یادتون بگیرید، قاعدهش همین است. و اصلی دعو عقیده میگذرد. دعو حالا گفتیم دعو. اصلی دعو میگه چی است؟ اصلی دعو میگوید دعیوو بود. دعیوو بود. خب چیکارش کردیم؟ واو متحرک ما قبل و مکسور اون واو رو بیا بدل کردن. واو متطرفه را قلب یا کردیم. بدل کردن قلبش کردن. قلب یا کردیم. دعیو شد. دعی اینجا در یا بود کو دعیو شد. بس چیکارش کردیم؟ دعیو شد. بعده ضمه بر یا ثقیل بود، نقل کرده به ما قبل دادند. بعد سلب حرکت ما قبل دعیو شد. یا را حرکت به ما قبل دادیم شد دعو، التقای ساکنین شد. به ما قبل دادن بعد سلب حرکت ما قبل به التقای ساکنین بی افتاد. دعو شد. یا را افتاندیم مثلا به التقای ساکنین. پس چه شد؟ دعو یعنی دعوت کرده شدن ویها مردها. دعوت کرده شدن مجهول فعل ماضی. خب باز چی میگوید؟ مستقبل مجهول. اکنون فعل ماضی را با آخر رسانید. دیگر اینهاش نگفت. دعیت اینها برای چی؟ برای بر اصل دعیوت بود اصلش. دعیوتا دعینا اینها دا واو رو ما قلب یا کردیم خلاص. دیگه اون کار دیگرش نکردیم. دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا بر اصل خودش است. فقط واو متطرفه را قلب یا کرده گستیم خلاص. برای خاطر همه را بیا می نویسیم. یاقتی دعی یاقتی. خب اکنون فعل ماضی مجهولش هم با آخر رسید. میگذاریم در فعل مضارع. مجهول فعل مضارع چی میگوید؟ میگوید که مستقبل مجهول یعنی فعل مضارع مجهول یعنی که یدعو را در نظر دارد. این را بر اصل خودش یا که یدعو را ببینید. دقت بدید. یدعو را گفتیم اصلش یدعوون بود. یدعوون. اکنون اینجا را حاضر ما مجهول میکنیم تا اینکه بفهمیم چیکار شد. به اصل خودش برمیگردیم در مجهول کردن و مثل ینصرون. خب چیکار میکنیم؟ یدعوون ما قبل آخر را در فعل مضارع فتحه میکنیم. tak بدون خونده بدیم. اگر میخوای فعل مضارع معلوم رو مجهول کنیم ما قبل آخر رو فتح کن. خب ما قبل آخر عین که بود آخران حرف واو است.
عین را فتحه کردیم و حرف مضارعت را دم کن گفته بود در چی؟ در کتاب بدون. پس می شود یدعوون. چی می شود؟ یدعوون. انا اکنون در اینجا یک نازکی است، دقت بدید. یدعوون اینجا بنویسیم تا اینکه بفهمیم چی است اون نازکی. ببینید یدعوون. یدعوون در اینجا چیکار میکنیم؟ این واو رو قلب بیان میکنیم، نه که به این قاعده نه. این قاعده واوی متطرفه، ما قبلش کسره که بود قلب بیان کردیم وجده. ایجاده میگیم واو در چهارم جای کلمه واقع شد قلب بیان میشود. ببینید فرق است بین اون واو یا کردیم برای چی، این واو یا کردیم برای چی. این واو حساب کنید، یا یکم حرف، دال دویم حرف، عین سیم حرف، واو چهارم حرف. پس واوی در چهارم جای کلمه آمدگی را قلب بیان میکنه، میشود یود عیون. میشود چی؟ یود عیون. این یا اصلش واو بود، برای چی قلب بیانش کردی؟ به خاطر که در چهارم جای کلمه یا که پنجم ششم دم بیاد همین طور میشود. پس برای اینکه در آخر در چهارم جای کلمه واقع کی شد قلب چی شد؟ بیان شد. دقت دادید؟ و اینم اگر ما قبلش دمه نباشد، اگر دمه که باشد به حال خودش میسته. ببین یدعو این واو ایستادگی است به حال خودش. برای چی؟ در چهارم جای کلمه است، یک یا و دال و عین سه حرف، واو چهارم حرف. ما قبلش دمه که هست این واو رو قلب بیان نمیکنیم. اما در اینجا ببینید ما قبلش دمه نیست، ما قبلش فتحه است. پس این واو رو قلب بیان میکنیم، میشه و یدعیون. خب یدعیون که شد، اکنون چیکار میکنیم؟ با کار دارد. حالا فعل مضارع با آخر رسیدگی نیست. یا معذرت میخوام، من این را مجهول کرده ایستادم. یدعو اصلش اثر این را مجهول کنیم. یدعو است. دیدید؟ یدعو. اکنون چیکار کردیم ما؟ یدعو رو همون قاعده است. یدعو رو واو رو قلب بیان میکنیم، میشه با یدعیو. دقت دادید؟ میشه با یدعیو، زیرا که ما مفرد مؤنث رو یدعو را ما باید چیکار کنیم؟ مجهول کنیم. یدعو شد، مجهولش کردیم. یدعو واوی که در چهارم جای کلمه واقع شد قلب بیان کردیم، شد یدعیو. دقت دادید؟ یدعیو. اکنون چیکار میکنیم؟ یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنیم، پس می نویسیم که دقت دادید؟ یدعا می شود، یعنی طلب کرده می شود و مرد رو در زمان آینده، فریاد کرده می شود و مرد رو در زمان آینده. خب یک نازکی دیگر رو میخوام براتون بفهمونم. چرا در دعای فعل ماضی ما میگیم دعا با الف می نویسیم، در یدعا با یای با این می نویسیم یدعا، اما یدعا خوانده می شود، اما طریق نوشتنش چرا این طور است؟ سببش میدونه در چی است؟ اگر که واو قلب به الف شود این طور الف نوشته می شود. ما گفتیم که دعا در اصلش دعا بود، واو رو وقتی قلب الف کردیم این طور الفش می نویسه، می شود دعا. وقتی در جایی که دیده همین طور نویسه که بدونه که اصلش واو هست، دعوا بودگی است. دقت دادید؟ اما اینجا در چی؟ اگر که ما یا را قلب الف کردیم به این طریق نوشته می شود، یعنی که اصل واو بود اما واو ما یا کردیم بعد یا را الف کردیم، بعد برای خاطر یدعا می نویسیم. اگر یک کس بنویسد که یدعا غلط است، به این غلط است، خطا است، باید یدعا به این طریق بنویسد. این طریق اولین قطعی باید نوشته شود. دقت دادید؟ خب این شد مجهول فعل مضارع. پس میگیم یدعا، یدعیانی، این واو قلب یا شد، واو در چهارم جای کلمه. اونجا واو متطرفه میگفتیم، اینجا در واو چی؟ در چهارم جای کلمه.
خب یدعوانی یدعیانی یدعون یدعون اصلش چی است؟ یدعوون بود. واو متطرفه را قلب یا میکنیم میشه یدعیون. یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میشه یدعون یدعون. و الف حذف میکنیم به سبب التقای ساکنین، زیرا که بین واو و اون الف که هست یدعا، اون واو ما الف حذف میکنیم میشه یدعون. دقت داده؟ در اینجا خیلی کار کردیم، در دفتراتون نوشته بگیرید. تدعا به مثل همین است، اصلش یدعو بود. واو در چهارم جای کلمه قلب یا شد یدعیو، یا را قلب الف کردیم شد یدعا یا متحرک ما قبل مفتوح رو یدعا. یدعیانی تدعیانی تدعا تدعیانی، واو در چهارم جای کلمه قلب یا شد تدعیانی. یدعون یدعینا یدعینا، این واو در چهارم جای کلمه قلب یا میشود یدعینا یدعینا. باز میگیم تدعا تدعا تدعیانی، این واو قلب الف شده، بعد در اینجا قلب یا میشود قلب الف میشود در یکمش، در تدعو در تدعا ده. اما در تدعوانی ده قلب یا میشود خلاص تدعیانی میگیم. و تدعی و تدعون، تدعون در اصل چی بود؟ تدعوون. واو در چهارم جای کلمه قلب یاش میکنیم میشود تدعیون. وقتی قلب یا که کردیم یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم میشود تدعون. با سبب التقای ساکنین به مثل این بالا گفتیم، با سبب التقای ساکنین الف میافتد میشود تدعون تدعون. خب تدعینا تدعینا در اصلش تدعوینا بود تدعوینا. چیکار کردیم؟ واو در چهارم جای کلمه آمد قلب یاش میکنه میشه تدعینا تدعینا. و یای متحرک تدعی یا کسره دارد، یای متحرک ما قبل مفتوح تدعی عین فتحه دارد. و یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنه میشه تدعینا تدعا، جه الف با یا التقای ساکنین میشود. التقای ساکنین شد الف حذف میکنه میشود تدعینا. چی میشود؟ تدعینا. تدعیانی، این واو قلب الف میشود. تدعیانی، این واو قلب چی میشود؟ قلب الف میشود، قلب یا میشود، معذرت میخوام، قلب یا میشود. تدعیانی تدعونا تدعینا، این واو قلب یا شد تدعینا تدعینا. واو متطرفه را واوی در چهارم جای کلمه واقع کی شد قلب یاش کردیم شد تدعینا. خب ادعا با مثل در یکم گفتیم کو با مثل همون است. ادعو بود در چهارم جای کلمه قلب یا میشه ادعیو، یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب یا میکنه میشه ادعا، اما با این طریق می نویسیم میشه با این الف نه، و مثل یدعا را می نویسیم که ادعا با این الف نویس با این طریق نوشته می شود. ادعا ندعا همچنین به مثل همون ندعو بود، واو را قلب یا میکنیم میشه ندعیو، و یا را یا متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف میکنیم میشه ندعا. چه می شود؟ ندعا. پس این هست مجهول کردن فعل مضارع. یک بار دیگر یک جایه هم اش رو میگیم، دقت بدید. یدعا یدعیانی یدعون، تدعا تدعیانی یدعینا یدعینا، تدعا تدعیانی تدعون، تدعینا تدعیانی تدعینا، ادعا ندعا. دقت بدید. تدعینا تدعینا، اینجا دو تا یک خیله می شود، دو تا چیز یک خیله می شود. حد این را بنویسیم تا اینکه فرقیت شونه بروید شما. دقت بدید. این تدعینه را وقتی ما مجهول میکنیم می شود تدعینا تدعینا. وقتی این را مجهول میکنیم و قلب یا می شود
عینه. دقت بتید هر دوش یک چیز است، فقط فرقیت در این است که تدعینه، این تدعینه یعنی که دعوت کرده میشوید تو یک زن، مخاطبه مفرد مؤنث، این نونش نون عوض رفع است، این یاش یای مخاطبه است، پس این بر وزن تفعینه می شود، لام حذف کرده هستیم، اصلش تدعینه بود، یا حذف شدگی است. دقت دادید؟ اما در اینجا چی تدعینه بر وزن تفعل نمی شود، تدعینه بر وزن چی می شود؟ تفعینه. اینجا بر اصل بر وزن تفعل نه، تدعینه بر وزن تفعل نه، این اصل خودش است، اما این بر اصل خودش نیست. تدعینه یعنی که فریاد کرده می شود شما زنها در زمان آینده، این بر اصل خودش است. جمع مؤنث که باشد بر اصل خودش است، اما مفرد مذکر، مفرد مؤنث، اینجا در ما یه حرف حذف کرده هستیم، بر وزن تفعینه هست، ترازوش تفعینه، تفعل لام نیست، لام حذف کرده هستیم، این یا مخاطبه مؤنثه است. دیدید؟ پس این فرقیت رو به یک خیل نوشته می شود، اما فرقیت ها براشون وجود دارد. خب بعد از این میبینیم صاحب کتاب اکنون چی میگوید. میگوید که خب مستقبل مجهول یدعا، یدعیان یدعون تاخیر. تاخیر چطوره گفتیم؟ یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعون یدعین، تدعا تدعون تدعون، تدعین تدعون تدعین، ادعا ندعا. خب تاخیر چیکار میکنیم اکو؟ میگوید که در اصل یدعو، یدعا در اصل یدعو بود. ببینید یدعا گفتیم، یدعا در اصل چی هستی؟ یدعو، یدعو بود. چیکارش کردیم؟ واقع شد در چهارم جا، گفتیم در چهارم جای کلمه چطوری که حسابش کردیم؟ یا و دال و عین بعدش واو، یدعو در چهارم جای کلمه واقع شد واو. چیکارش کردیم واو رو؟ ما قبل او مخالف بود، یعنی دمه نبود، واو موافقش دمه است. ما قبل شدیدیم که چی است؟ ما قبل شدیدیم که دمه نیست. دقت بتید، یدعا این اصل واو بود، یدعو بود. ما قبل شدیدیم حرف عین دمه نیست، حرکت مخالفت یعنی که حرکت مخالف بود، یعنی دمه نیست. پس همینطور نوشته بمونید. واو رو با یا بدل کردند، اون واو یدعو بود یدعیو شد. چطور گفتیم در چهارم جای کلمه؟ باز یای متحرک ما قبل و مفتوح رو، مفتوح یا رو به الف بدل کردند، یدعیو بود یو، یای متحرک عین فتحه، یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب به الف کردن، شد یدعا. شد چی؟ یدعا، یدعا شد. دقت دادید؟ گفتیم نه، برای چی را به این طور الف می نویسیم؟ دعا رو به این الف می نویسیم. پس این فرقیت رو در ذهنتون جا کنید. یدعا شد. بر این قیاس است تدعا و ادعا و ندعا، یعنی 5 صیغه. یدعا، تدعا، تدعا، 3 تا شد. ادعا، ندعا، 5 صیغه را همین کارا میکنیم، چطوری که پیشتر همشه بیان کردیم. یعنی یدعا در اصل یدعو بود، یدعیو میکنیم، پس یا را قلب الف میکنیم میشه یدعا. تدعا همینطور، تدعو بود در چهارم جای کلمه حرف واو بود، قلب یاش میکنیم میشود یدعیو، و یا را قلب الف میکنیم یا متحرک مقابل مفتوح میشه یدعا. تدعا، تدعا دو تا این هر دو داخل است. ادعا در اصل ادعو بود در چهارم جای کلمه حرف واو، قلب یا میکنیم میشه ادعیو، یا متحرک مقابل مفتوح قلب الف میکنیم میشه ادعا. ندعا همینطور، ندعو بود در چهارم جای کلمه حرف واو، قلب یا میکنیم میشه ادعیو، یا متحرک مقابل مفتوح و قلب الف میکنیم میشه ادعا. ندعا. دقت دادید؟ بر این قیاس است تدعا و ادعا و ندعا. خب همشه گفت، یعنی 5 تا در نظر دارد، 5 تا کاراشون یک خیل است. و در یدعیانی و تدعیانی، این دو طرف میگه، یدعیانی گفتیم و تدعیانی، و تدعیانی تدعیانی. اگر تحساب کنیم 4 تا، این 4 تا دا چیکار میکنند؟ زیرا که تدعیانی 3 تا داریم، برای 1 تا حسابش میکنند. یدعیانی 1 تا،
تدعیانی 3 تا. این 3 تا قطعیت 4 تا می شود. این 4 تا چیکار میکنیم؟ واو رو قلب الف میکنیم خلاص. یدعوانی نمیگیم، اصلا یدعوانی است، نه که میگیم یدعیانی خلاص. همین کار میکنیم. میگه و در یدعیانی و تدعیانی واو رو با یا بدل کردند خلاص. همین کار کردیم. یا رو با یا واو رو با یا بدل کردیم خلاص. یدعیانی تدعیانی 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 شد خلاص. خب و در یدعون و تدعون و تدعینا در اینها چیکار کردیم؟ یعنی که یدعینا و یدعینا کجا شد؟ یدعون و تدعون و تدعینا. یدعون تدعون تدعینا. در اینها چیکار کردیم؟ در اینها میگوید واو یا شد. واو چی شد؟ واو یا شد و یا الف و الف و التقاء ساکنین بیافتاد خلاص. دیده؟ یعنی که یدعون در اصل یدعون بود. یدعو. واوی متحرک ما قبل مفتوح رو معذرت میخوام، واو در 4 جای کلمه اومد قلب یاش میکنه میشه یدعیون. یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنه یدعون، بس التقاء ساکن الف میافتاد میشه یدعون. و تدعون همین طور. یدعون تدعون. یدعون مذکری غائبی جمع مذکری غائب و تدعون جمع مخاطبی مذکر، جمع مخاطبی مذکر. و میگه تدعینا و تدعینا. در تدعینا چیکار میکنیم؟ در تدعینا ما دو تا یدعینا و تدعینا داریم، اینها را در نظر دارد. یدعینا تدعینا. در اینجا فقط واو در 4 جای کلمه واقع شد، واو رو قلب الف با یا کردیم خلاص. یدعون نمیگیم و یدعینا، این واو رو قلب یا میکنیم. و تدعینا، این واو رو قلب یا میکنیم خلاص. یدعینا و تدعینا جمع مؤنث. واو رو با یا بدل کردند خلاص. واو رو با یا بدل کردیم خلاص. و در اینجا باشد تدعینا در اصل چی بود؟ تدعوینا. تدعوینا. واو در 4 جای کلمه قلب یاش میکنیم میشه تدعینا. یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم میشه تدعینا. الف حذف میکنیم میشه تدعینا. پس این تدعی نمیشود، تدعینا. خب با همین خلاص شد فعل مضارع. یک بار یا جای بگیم یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیانی یدعینا، تدعا تدعیان تدعینا، تدعینا تدعیانی تدعینا، ادعا ندعا. 14 صیغه مجهول فعل ماضی. خب اکنون میگذاریم در اسم فاعل. اسم فاعل چی است؟ اسم فاعل از دعا یدعو میشود داعن.